بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام و درود خدمت تک تک شما خوبان، شما عزیزانی که برنامه‌های نام‌های جاویدان رو با این شوق و علاقه دنبال می‌کنید. شما خوشفکران و باهوشان و زرنگ‌هایی که به فکر اینید که در دفتر تاریخ نام خودتون رو با رنگ پر بنویسید تا تاریخ همیشه یه روزگار از شما به خوبی یاد کنه و آیندگان براتون دعا کنن و در پیش خدا و خلق خدا نام شما همیشه بدرخشه. شما عزیزان با مفاهیمی که ما از هر یک از این عزیزانی که اون رو مطرح میکنیم یاد میگیریم، خودمون رو یک کلکسیونی از خوبی ها و ارزش ها قرار میدیم. یک موردی که بسیار مهم هست و از شخصیت امروز ما میخوایم اون رو یاد بگیریم، قضیه اینه که همیشه صادق باشیم و راست بگیم و از هیچ کسی ترس و واهمه ای نداشته باشیم. صفت مؤمن این هست که لا یخاف فی الله لومة لائم. در مسیر رسیدن به رضایت الله متعال از هیچ احد و ناسی واهمه نداره، ملامت هیچ احد و ناسی براش مهم نیست. میخوان مسخره کنن، میخوان ملامت کنن، میخوان بترسونن، هیچ در هیچ. من خدا رو دارم، چه غم دارم. و مسئولان، حالا این مسئول هر کی میخواد باشه، مدیر مؤسسه‌ای باشه، مدیر مدرسه‌ای باشه، مدیر خانه باشه، مدیر شهر باشه، فرماندار، استاندار، نمیدونم پادشاه، هر کی میخواد باشه، وزیر وزرا، هر کی میخواد باشه، من واقعیت رو بهش میگم، حقیقت رو بهش میگم، باش صادقانه برخورد میکنم و گوش زدش میکنم به اینی که مبادا این پست آنی سبب بشه که شیطان بخزه تو جلدش، تو پوستش و اون رو گمراه کنه و اون بشه یک آدم متکبر مغرور که چی داره. این فرد یکی از یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ربیع ابن زیاد حارسی هست و واقعیت هم هست که انسان در زندگی در فتنه ها میفته. واسه همین بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما یاد دادن که از جمله دعاهامون این باشه اللهم انی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها و ما بطن. بار الها من پناه میبرم به تو از همه فتنه هایی که ظاهر هست و من میبینمش و فتنه هایی که من ازشون اطلاع ندارم و من دچارش میشم. پس مواظب باشیم که در مقابل یک شخصی که یک جاه و سلطنتی داره نشه که ما چاپلوس بشیم، در فتنه واقع بشیم، چاپلوسی کنیم یا بترسیم. بعد از رحلت حضرت ابوبکر صدیق، مسلمان ها اومدند و حضرت عمر بن خطاب رو به عنوان حاکم وقت، به عنوان پادشاه، به عنوان خلیفه انتخاب کردند. خب قبایل مختلف همه می اومدن با حضرت عمر بیعت میکردن. حضرت عمر خب میخواست که یک پروسه بسیار بزرگی رو، چگونه اسلام رو به جهان و جهانیان برسونه. اینجا بود که میخواست که حرفای افراد، لشکرداران، حاکمان، کدخداها، اندیشمندان اینا رو بشنوه. هر کسی پیشنهاد خوبی داره. خب افراد می اومدن، خیلی هاشون چاپلوسی میکردن. بله دیگه شما همه چیز مطلع، شما دیگه از شما بهتر کی میفهمه، خب هر چی شما بگید ما حاضریم. خب و برخی نه، اون چیزی که داشتند رو میگفتند. از جمله افرادی که در مقابل حضرت عمر اومد و حضرت عمر وقتی نگاه کرد بهش دید که این انسان فراستی داره و میخواد چیزی بگه، بهش گفتند که بفرمایید. اومد گفت که یا امیر المؤمنین، این مسئولیتی که خداوند متعال تو رو براش انتخاب کرده، این در واقع یک آزمایش الهی است.
این مسئولیت یک آزمایش الهی است که خداوند متعال تو رو به اون مبتلا کرد. پس فاتق الله فیما اولیت، در اون چیزی که خداوند مسئولیتش رو به تو داده، تقوا و پرهیزگاری خداوند رو مد نظر داشته باش. یعنی خدا رو همیشه در تصور داشته باش که در مقابل هر چیزی که صورت میگیره تو مسئولی، و بدون که حتی اگر یک گوسفندی در فرات، روی ساحل فرات گم شد، افتاد، زمین خورد، روز قیامت از تو پرسیده میشه. حضرت عمر با شنیدن این حرف اشک بر گونه هاش جاری شد و گفت که به خدا سوگند، از روزی که من به عنوان امیرالمؤمنین انتخاب شدم به عنوان خلیفه، کسی اینطور صادقانه و درست با من حرف نزد. و ازش تشکر کرد و گفت اسمت کیه؟ گفت من ربیع ابن زیاد حارسی هم. گفت تو برادر مهاجر حارسی نیستی؟ گفت چرا؟ برادرش یکی از مجاهدان و یکی از نامدارانی بود مثل ربیع خودش. بعد حضرت عمر به ابو موسی اشعری اشاره کرد، گفت که این دو تا برادر مهاجر و زیاد، اینا رو زیر چشمت داشته باش. این افراد من توشون معدن خوبی میبینم، جوهر اینها خوبه، اینها رو میشه ازشون در دفاع از اسلام و در نشر اسلام ازشون استفاده کرد. افراد خوب، معادن خوب رو باید شناخت، بعد به اونها میدان داد تا اون قدرت‌ها و استعدادهایی که خداوند متعال به اونها داده، اونها رو بروز بدن و بتونن پیش ببرن. بعد از مدت‌ها یه جنگی صورت گرفت که در واقع این جنگ برای رساندن اسلام به بسیاری از مناطقی بود که تحت سلطنت و تحت امپراتوری فارس بودند. منطقه اهواز و مناطق مناظر. حضرت عمر ابو موسی اشعری رو به اون طرف فرستاد. ابو موسی هم مهاجر و هم زیاد رو با خودش گرفت که در این مسیر از اونها استفاده کنه. جنگ بسیار سختی بین ابو موسی و منطقه اهواز خودمون صورت گرفت. ماه رمضان بود، بسیار هم مسیر طولانی رو مسلمان ها طی کردند، هم منطقه بسیار منطقه خطرناکی بود و هم گرما بسیار شدید بود. در یکی از این روزهای جنگ مهاجر اومده بود، یک دوش گرفته بود، یک لباس سفیدی پوشیده بود، خودش رو عطر زده بود و گفته بود که این دیگه آخرین روز من در این دنیاست. من هم کفن پوشیدم و هم کافور زدم و همه اینها رو آماده‌ام برای رفتن به بهشت. زیاد اومد و ابو موسی رو گفت که فرمانده مهاجر همچنین تصمیمی گرفته که میزنه به سپاه دشمن و دیگه نمیخواد برگرده، و همچنین من احساس میکنم خیلی از سربازان روزه هستند و این باعث شده که نیرویشون در هنگام جنگ ضعیف بشه، شما یک کاری بکنید. ابو موسی هم اومد، یک پارچه آبی رو برداشت، اومد جلوی همه سربازان و مجاهدان و گفت که عزیزان، این ما در جهاد هستیم و اولا مسافر هستیم، ثانیاً در جهاد هستیم، خواهشاً روزتون رو بخورید، بعداً روزه میگیرید و اینجا اسلام به نیرو و توان شما نیاز داره، نه به روزه شما. و خودشون هم جلوی مردم آب خوردن. مهاجر هم مقداری آب خوردن، گفتن به خدا سوگند من آب نمیخورم چون که تشنه‌ام، آب میخورم چون که فرمانده دستور داده، میخوام که در اطاعت فرمانده این اجر اطاعت فرمانده رو هم نصیب خودم کنم. و بعد از این اطاعت از فرمانده مهاجر زد به قلب دشمن و بعد از یک جنگ بی نهایت عجیب و یک دلیر مردی که
تمام روحیه دشمن رو خورد کرد. مهاجر جام شهادت سر کشید. دشمن که خیلی حقد و کینه از مهاجر گرفته بود، ایشون رو تیکه تیکه کردن، سرش رو هم کندن و در یک نیزه‌ای آویزون کردن. شهادت مهاجر برای برادرش زیاد خیلی سخت اومد و زیاد با خودش عهد و پیمان کرد که انتقام برادرش رو از دشمن میگیره. این دشمنی که خیلی از مسلمان ها رو کشته، گفت که به خدا سوگند که هم انتقامت رو یا مهاجر و هم انتقام سایر مسلمان رو از اینا خواهم گرفت. بعد از اون حضرت ابو موسی وقتی که این دلاورمردی های زیاد رو دید، فرماندهی سپاه رو به زیاد محول کرد. خودش با لشکری دیگر به طرف سوس حرکت کردند و زیاد هم در یک جنگ بسیار سخت منطقه مناظر رو فتح کرد و تونست طاغوتیان و ظالمانی که مردم مظلوم رو به بردگی گرفته بودند، این زنجیرهای بردگی رو از گردن این مردم بشکنه، طاغوتیان رو تار و مار کنه و پیام اسلام رو به مردم مظلوم مناظر برسونه. بعد از اون زیاد حرکت کرد به طرف سجستان. رفتن به سجستان نیاز بود که این کویر لوط رو طی کنه و طی کردن کویر لوط هم در اون زمانها، امروز که اینقدر سخته، در اون زمانها چه معضله‌ای بود. سپاه اسلام همه این سختی ها رو به جان و دل برداشت کرد و این منطقه رو طی کرد. منطقه بسیار وحشتناک، خطرناک و صحرای بی ساحل. این منطقه رو طی کردن فقط و فقط همه این ریسک ها و همه این خطرها به جان و دل خریدن فقط به خاطر چی؟ به خاطر رساندن پیام اسلام به ملت های دربند و غل زنجیر ظالمان و طاغوتیان. بعد از منطقه این کویر و این صحرا، اولین روستایی که رسیدن بر روی مرزهای سجستان، اولین منطقه‌ای که رسیدن منطقه‌ای بود به نام رستاق زالق و در این منطقه یک دژهای بزرگی بود، یک نیروی بزرگی اینجا بود و حمله های پیاپی رو زیاد بر این منطقه داشتند تا در نهایت تونستند که خدا و پادشاه این منطقه رو اسیر کنند و منطقه رو آزاد کنند. و جالب اینجا بود که یکی از برده های بیچاره‌ای که داشت اموالی رو برای این کد خدا یا پادشاه رستالق می آورد، این رو گرفتن، دیدن که همراهش مبلغ 300,000 سکه اون زمان هست. این مبلغ هنگ گفت این مبلغ رو کجا میخوای ببری؟ گفت اینا مال پادشاه هست، از اون مالیاتی است که از ما میگیرن. گفت اینقدر یعنی شما درآمد دارید؟ گفت نه والله، این همه دار و ندار ماست، این عرق پیشانی ماست، این اشک یتیمان ماست، این آه پیرزنان ماست، این پینه های دست های ماست که با تبر و با کرنگ داریم این مبالغ رو به دست میاریم تا بدیم به این ظالمان ستمگر. حضرت ربیع به این کشاورز مژده داد که دیگر این ستمگر نیست، دیگر اینجا عدل و انصاف این منطقه رو فرا خواهد گرفت، دیگر اینجا عدل و انصاف الهی است، کسی حق نداره بر کسی ظلم کنه، اینجا دیگه پادشاهیت و سید و غلامی تموم شد، همه بندگان خدا هستیم و همه با هم برابر و شما مسکینان دیگه الان نیازی نیست که دسترنجتون رو به این ظالم‌های ستمگر بدین. مردم بسیار خوشحال شدن از اینی که منطقه آزاد شده و میتونن مثل انسان زندگی کنن. پادشاه این منطقه اومد و به ربیع گفت که منو آزادم کن، هر چی میخوای بهت میدم. ربیع گفت که من برای دنیا نیومدم، اما این خونهایی که ریختی اینها رو باید فدیهش بدی. گفت فدیهش چقدره؟ گفت که من یک نیزه رو میزنم اینجا،
شما باید اینقدر طلا و جواهر در روی این نیزه بریزید تا این نیزه کلاً گم بشه. گفت که چشم. نیزه بلندی زد و این ظالم ستمگر این همه اموال بسیاری رو که سالیان سال از زحمت‌های این ملت بیچاره کشیده بود، نیاکان ما چه بدبختی‌ها و چه ذلت‌ها و چه خاری‌هایی رو تحمل کرده بودند زیر حکومت‌های ظالمی که بر این منطقه به نام ایران و ایرانیت حکومت می‌کردند، تا اینی که همین اسلام اومد کمر اون ظالمان رو شکست و نیاکان ما رو آزاد کرد. این پادشاه اون منطقه اومد و هر چی پول داشت اونجا ریخت و بدین صورت خودش رو آزاد کرد. بعد از اون این فتوحات ادامه پیدا کرد، زیاد حرکتش رو پیش برد ربیع ابن زیاد تا رسید به پایتخت سجستان که اون وقت اسمش بود زرنگ و معرکه بسیار سختی اونجا به وقوع پیوست. جنگ بسیار سختی بود تا اینی که دشمن دونست که نمیتونه در سپاه اسلام در مقابل سپاه اسلام مقاومت کنه، اما هنوز نیرو داشت. خواست که رئیس منطقه که اسمش بود پرویز خان خواست که در حالی که قدرت داره با مسلمان ها مذاکره کنه تا اگر به جایی نرسیدن هنوز مقاومت کنه و از ربیع خواست که بهش فرصتی بده که مذاکره کنه. ربیع هم قبول کرد و اما میدونست که در این با این افراد ستمگر و ظالم چطور باید برخورد کنه. به یارانش دستور داد که یک منطقه رو آماده کنن، یک مسیری رو که اون طی خواهد کرد تا به خیمه ربیع برسه. تمامی این افرادی که کشته شده بودند از سپاهیان منطقه همه رو گفت بیارید جسدهاشون رو این ور اون ور بندازید به همینجور غیر مرتب که همینجور کشته شدن. و خود ربیع منشالله یک آدم قد بلند، چارشانه، قوی هیکل و پهلوان خوبی بود. شکلش هم گندمی تاریک بود و هیبت عجیبی داشت. وقتی که پرویز اومد و این مسیر رو اومد و همه این سپاهیان خودش رو دید که به این ور اون ور تکه پاره افتادن، در مقابل ربیع که ایستاد دیگه اصلا زبانش واموند، حرف برای گفتن نداشت، همینجور من کنان افتاده بود. ربیع گفت خب چه میخوایی؟ گفت که هیچی، من اومدم که شهر رو تسلیم شما بکنم و 1000 غلام به پیشوای شما خواهند اومد، روی سر هر غلامی تشتی از طلا خواهد بود. ربیع هم قبول کرد و سپاه اسلام وارد زرنگ شد و منطقه فتح شد و بدین صورت این ظالم ستمگر هم ملت از دستش به در اومدن. بعد از اون تغییر و تحولاتی در سیستم سیاسی مسلمان ها به وجود اومد. اموی ها حکمران شدن. اموی ها ربیع رو که این همه زحمت کشیده بود و این مناطق رو فتح کرده بود، ربیع ابن زیاد حارسی رو گذاشتن استاندار منطقه خراسان. و بعد در بین اموی ها زیاد ابن ابیه، یک فرمانده ظالمی، سر کشید و ایشون برای ربیع نوشتند که در این فتوحاتی که صورت میگیره شما حق ندارید که اگر طلا و نقره‌ای هست این رو به مجاهدین بدید، اینها رو بذارید برای حکومت برای ما بفرستید، غیر از طلا و نقره هرچی هست رو در بین مجاهدین تقسیم کنید. ربیع این حرفا رو سرش نمیشد که تو بیایی برای من خط و نشان بکشی اون چیزی که در قرآن و حدیث وجود نداره. گفت که من از کتاب الله و سنت پیامبر چیزی دیگر آموختم که این غنیمتی که گرفته میشه حق مجاهدین هست و آخرین غنایم هم که گرفته شده بود اینها رو در بین مجاهدین تقسیم کرد و برای زیاد ابن ابیه هم نوشت که حق ندارید که دوباره اینطور حرفای غیر دقیق رو به من املا کنید. و اون 1/5 غنایم که همون خمس بود اون رو برای دارالخلافت در دمشق و در سوریه اون زمان در دمشق فرستاد.
و خودش هم از این میترسید که خدای ناکرده در بعد از این فتوحات، بعد از این جهادها، بعد از این تلاشها مورد فتنه واقع بشه. و در روز جمعه وقتی که خطبه خوند برای مردم و از مردم خواست که من دعا میکنم و شما هم آمین بگید و دعا کرد و گفت که ای مردم، من از این زندگی دیگر خسته شدم و میخوام که برم به دیدار یارانم، به دیدار اون افرادی که قبل از من جام شهادت رو سر کشیدن و الان در بهشت برین با پیامبر و یارانش به سر میبرند. و دعا کرد اللهم ان کنت تريد بی خیرا فاقبضنی الیک عاجلا غیر آجلی. بار الها اگر برای من خیر و سعادت رو میخوای، پس منو هر چه زودتر از اینجا ببر پیش خودت تا مورد فتنه قرار نگیرم که مثل امثال زیاد ابن ابیه بیان و برای من دستور صادر کنن که من خلاف اوامر تو رو انجام بدم. و جالب اینجاست که خداوند متعال دعای ربیع ابن زیاد حارسی رو پذیرفت و در همان روز ایشان به لقاء الله پیوست. ربیع ابن زیاد حارسی به ما یاد میده که یک هفته ربیعی رو جلوی خودمون بذاریم. این هفته رو بذاریم هفته ربیع ابن زیادی و هدف از این هفته صادقانه با همه مسئولین برخورد کردن. به همه گفتن که از خدا بترسید، به همه گفتن که آقا این راهی که میری کجه، درست را برو، به همه گفتن که این دستوراتی که میدی اشتباست، کار درست انجام بده، به همه گفتن که از خدا بترس و در مقابل هیچ یکی از این مسئولین هر کی میخواد باشه سرخم نکردن و چاپلوسی نکردن. این صداقت و این رو راستی رو از ربیع ابن زیاد حارسی میگیریم، یک هفته خودمون رو روش تربیت میکنیم، با همه رو راست، با همه صادقانه، هر کسی کجی داره نصیحت کردنش به صورت مؤدبانه باش رفتن، نشستن، عزیز شما شهردار هستید، شما کدخدا هستید، شما فلان هستید، در این شهر این اشتباهات صورت میگیره، شما در مقابل اینها مسئولید، روز قیامت خداوند از شما بازخواست میکنه، آقای شهردار، آقای فرماندار، آقای دهدار، آقای کدخدا، آقای مدیر مدرسه، آقای سرنانوا، آقای رئیس شهربانی، آقای فلان، آقای رهبر، آقای وزیر، آقای مدیر، آقای مشیر، همه رو بگیم که آقا راست برو تا روز قیامت در مقابل خداوند شرمنده نشی، تا در این دنیا در مقابل خلق خدا حقیر نشی. اون ظالم ستمگری که دور برش چاپلوسا جمع شدند و هی سر تکون میدن و اون فرعون ساخته شده. فرعون از کجا ساخته میشه؟ فرعون همینه که مردم سرشون خم میکنن، اون سوار میشه، وقتی سوار شد دیگه نمیخواد پیاده بشه. همه این فرعون هایی که امروز تو دنیا هستن، چه فرعون های کوچولو کوچولو چه بزرگ بزرگ، همهشون اینطوری ساخته شدن. پس در مقابل اونها ایستادن و به اونها گفتن که از خدا بترسید و از آینده تاریکتون در قیامت. این هفته رو روی این تمرین میکنیم تا کل زندگیمون زندگی صادقانه با این ارزش والایی که از ربیع ابن زیاد حارسی یاد گرفتیم بتونیم زندگی پر از مقاومت، شجاعت، جهاد و استقامتی داشته باشیم.